رستم در لب تیرزه قطاره نشسته به دوری‌های دور می‌نگریست. در بیرون برف می‌بارید. این باری یکم نبود که او راه روسیه را پیش می‌گرفت، ولی این دفعه دلش خود به خود گم می‌زد. او الکی 10 سال می‌شود که در مسافرت است. 10 سال عمر جوانش را در ساختمان‌های ویرانه و سرماهای جانسوز گذراند. وقتی که او باری اول از ده برآمد، برادری خردیش سیاوش همگی 8 ساله بود و بختیار 6 ساله. رستم در نزد قبر پدرش قسم خورده بود: من نمیگذارم که برادرانم مثل من در عذاب قلان شوند. من برای آنها خانه میسازم، آنها را میخوانم و صاحب عزت و احترام میکنم. در این 10 سال رستم یگان تینی یافته‌اش را برای خود صرف نکرد. او در تهخانه‌های نمناک خواب میرفت، خوراک ارزان میخورد و حتی در حرارت 40 درجه خنکی در بالای باری بیناها کار میکرد. هر ماه او 500 یا 1000 دلار به خانه میفرستاد. برادرم، این پولها را گرفته خشت خانه نوت را بچین، مینوشت او در پیامهایش. اکا جان، شما خواطر نشوید، ما همه‌اش را با بهترین صفت میسازیم، شما تنها سلامتیتان را نگاه دارید. جواب میدادند برادران. رستم باور داشت. او فکر میکرد که در دهه چهارباغ 2 قصر با حشمت برای برادرانش قامت افروخته استاده است. او در خیالش میدید که چی طور برادرانش او را در آستانه در با آغوش گرم پیشواز میگیرند. سال 11 مهاجرت بود. رستم در یک ساختمان بزرگ در شهر تیومن کار میکرد. روزی وقتی که او بار وزنین را به آشیانه 4 میبرآورد، پایش لغزید. او از بلندی به زمین افتاد. وقتی که چشمانش را در بیمارخانه گشاد، دکتر با نگاه غمگین به او گفت: رستم، تو زنده ماندی، ولی ستون مهره‌ات سخت آسیب دیده است. تو دیگر نمیتوانی بار وزنین برداری. تو به طبابت طولانی و آرامش نیاز داری. رستم تنها یک چیز را فکر میکرد: خیریت که خانه ها را ساخته تمام کردم. حالا به نزد برادرانم برمیگردم. آنها مرا نگاهبین میکنند. من برای آنها حیاتم را دادم. آنها مرا در کوچه نمیمانند. او تمام مبلغ‌های آخرین خود را جمع کرده چپته خرید. در دستش تنها یک جامدان کهنه و در جیبش همگی 100 سامانی داشت. تمام بایگری او در آن 2 خانه‌ای بود که در وطن با پول او ساخته شده بودند. رستم با عذاب از ماشین فرامد. کمرش سخت درد میکرد. وقتی او به کوچه خود وارد شد، چشمانش از شادی درخشیدند. در جای حوله کهنه پدرش اکنون 2 خانه 2 آشیانه با حشمت می ایستاد. دیوارهای بلند، دروازه‌های آهنی قیمت‌بها و در سن ماشین‌های خارجی. او با دست‌های لرزان زنگ در را پخش کرد. در را سیاوش گشاد. او لباس‌های قیمت‌بها در تن داشت و بوی عطر از او می‌آمد. وقتی رستم لاغر و رنگ و رویش کنده را دید، در چهرهش نه شادی بلکه ترس و نفرت پیدا شد. اکا، شما چرا بیخبر آمدید؟ خنک پرسید سیاوش. برادرم، من آمدم. دیگر سلامتیم اجازت نداد که کار کنم، گفت رستم و خواست وارد حوله شود. ولی سیاوش راه را بست. اکا جان، میدانید حاضر در خانه مهمان داریم. زنم، کودکان، خانه کمی تنگی میکند. بختیار هم در خانه خودش جای ندارد. رستم شاخ شده ماند. چی میگویی سیاوش؟ من این خانه ها را با پول کودکی و جوانی خود ساختم. من 10 سال خوراک و پوشاک را ندیده به شما فرستادم. در این وقت بختیار هم برآمد. او با آواز بلند گفت: ای اکا، کدام پول؟ ما خودمان اینجا تجارت کردیم، زحمت کشیدیم. شما چی فرستاده باشید، ما آن را برای خوراک و پوشاک خودتان حساب کردیم. این خانه ها در حجت به نام ما هستند. شما بهترش به خانه خاله‌تان روید. آنجا جای هست. این ضربه از افتیدن از آشیانه 4 هم سخت‌تر بود. دیدگاهی رستم سیاه شد.
برادرانی که او برای آنها پدری کرده بود، اکنون او را مثل یک گدا از در خانه‌اش پیش می‌کردند. رستم با قدم‌های وزنین از نزد دروازه که خودش با پول 1 ساله زحمتش خریده بود، دور شد. هر یک قدمی که میماند در ستون مهرش مثل نیش کژدم درد میکرد. ولی این درد در مقابل درد دلش هیچ بود. او به عقب نگاه کرد. چراغ‌های خانه با حشمت سیاوش فروزان بودند. از تریزه صدای خنده کودکان و بوی گوشت بریان می آمد. اینها کودکان برادر من هستند، فکر کرد او. من برای آنها بازیچه ها می فرستادم. من برای آنها بهترین لباس ها را از مسکو می خریدم. ولی امروز حتی اجازت ندادم که آنها را یک بار به آغوش گیرم. او به کوچه تاریک برآمد. در جیبش همگی 1 دانه نان خشک و 70 سامانی پول مانده بود. رستم به سوی آخر دهه به خانه خاله پیرش، خاله سفرماه روان شد. خانه خاله‌اش یک کلبه کهنه لاینه بود که هنوز از زمان شوروی مانده بود. وقتی به نزد در رسید، دستش لرزید. او نمیخواست کسی را در این حال ببیند. او رستمی پهلوان که همه در دهه هوسی پول و بایگریش را می‌خوردند، اکنون مثل یک گدا به در کسی آمده بود. کیست در این وقت شب؟ آوازی لرزان خاله‌اش از پس در بلند شد. خاله جان، این من، رستم، گفت او و دیگر طاقت نکرده بر روی زمین نشست. خاله سفرماه در را گشاد. وقتی جیانش را در زیر نور خیره ماه دید، دستش را به دهانش برد. بچه جان، این چی حال است؟ تو کی آمدی؟ چرا به خانه خودت، نزد برادرانت نرفتی؟ رستم سرش را خم کرد. اشکهای غفص از چشمانش بر روی زمینی چنگالود ریختند. خاله جان، من دیگر خانه ندارم. خانه من در همان واگون‌های خنک روسیه مانده است. اینجا من بگانه‌ام. آن شب در کلبه خالش رستم خواب کردن نتوانست. درد کمرش نمیگذاشت که آرام گیرد. او به شیفت خانه نگاه کرده به خاطر آورد که چی طور این بایگری برادرانش ساخته شده بود. این واقعه 7 سال پیش در شهر کراسنایارسک شده بود. ماه دکبر. حرارت به 42 درجه خنکی رسیده بود. همه کارگران از کار دست کشیدند چون که تکنیکه ها یخ کرده بودند. ولی سیاوش به رستم زنگ زده گفت: اکا، برای توی من باز $3000 لازم است. طربخانه ظفر را بند کردیم. باید پولش را سپاریم. شرمنده نکنید. رستم برای آنکه برادرش در نزد خسورش شرمنده نشود، تنها به ساختمان برآمد. دستانش به آهن چسکیده، پوستش کنده میشد. او 15 شبانه روز به ایست کار کرد. روزی بود که او تنها 1 کاسه آب گرم و 1 برده نان خورده بود تا پول را صرفه کند. در آن شبهای سرد او آرزو میکرد: وقتی به وطن برگردم در خانه گرم میشینم، برادرانم در گردم پروانه میشوند، مادرم که آن وقت زنده بود برایم آش پلا میپزد. حالا باشد او در یک کورپه کهنه سوراخ پیچانده شده در خانه خاله اش میلرزید. برادرش سیاوش باشد همان شب در طربخانه‌ای که با پول خونی رستم ساخته شده بود با دوستانش شراب میخورد و لطیفه گویی میکرد. روزی دیگر سیاوش و بختیار در باغ خانه نوشان جمع شدند. سیاوش: آکامان آمد. این به ما مشکل ایجاب میکند. گفت بختیار با نگرانی. مردم دهه گپ میزنند. میگویند که ما او را راندیم. سیاوش با نفرت توف کرد. پروا نکن. ما به همه میگوییم که رستم در روسیه به نشمندی داده شده بود و تمامی پولهایش را در قمار باخته است. میگوییم که او برای ما یگان تین نفرستاده است. همه حجتهای خانه به نام ماست. کی به یک مردکار معیوب باور میکند؟ آنها نه تنها خانه را بلکه ناموس برادر کلانی خود را نیز دزدیدن میخواستند.
آنها می دانستند که رستم آدمی با وجدان است و هیچگاه به ضد آنها به سود نمی براید. ولی آنها یک چیز را به نظر نگرفته بودند. رستم در جامدان کهنش یک دفتری خردی سیاه داشت. در آن دفتر دوام 10 سال تمامی چکی بانک ها، رقم های گذرانیدن پول و سناها با دقیقی 1 تین نوشته شده بودند. این دفتری خونین می توانست تمامی دروغ های آنها را در یک لحظه نیست کند. صبحی بر وقتی که آفتاب هنوز از پس کوههای بلند نبرآمده بود، رستم با عذاب از جای خیست. هر یک حرکت بدنش به او خاطر رسان می کرد که او دیگر آن جوان پهلوان 22 ساله نیست. او اکنون مرد 32 ساله خسته شده بود که زندگی او را پیش از وقت پیر کرده بود. او به لب چشمه ده رفت. در آنجا دختر را دید که با کوزه در دست می ایستاد. این زهرا بود، همان زهرایی که رستم پیش از رفتنش به روسیه با او قول داده بود. من برمی گردم و ما خوشبخت می شویم. زهرا در این 10 سال کسی را به خود نزدیک نمانده بود. وقتی چشمانشان به هم افتاد، کوزه از دست زهرا افتید و به 100 پاره تقسیم شد. رستم، این شمایید؟ با آواز لرزان پرسید زهرا. چشمانش پر از اشک شدند. چرا به من خبر ندادید؟ چرا گفتید که در روسیه زن گرفتید؟ رستم در جایش شق شد. زن؟ کی به تو این گپ را گفت؟ برادرانت، سیاوش به من گفت که شما در مسکو با یک زن روس ازدواج کردید و صاحب 3 فرزند شدید. او گفت که شما مرا فراموش کردید و دیگر بر نمی گردید. رستم فهمید که خیانت برادرانش نه تنها در پول بلکه در بدبخت کردن حیات شخصی او نیز بوده است. آنها می ترسیدند که اگر رستم زن گیرد دیگر به آنها پول نمی فرستد. برای آنها رستم نه برادر بلکه یک ماشین پولبرار بود. در دوام 1 هفته تمام ده را آوازه فرو گرفت. سیاوش و بختیار به همه می گفتند که رستم با دست خالی و برای آن آمده است که پول تجارتی آنها را بگیرد. حیف، می گفتند همسایه ها. رستم در روسیه برای بد رفته است. می گویند که او تمام پولهایش را در قماربازی باخته، اکنون آمده است که حق برادران کارگرش را بخورد. رستم وقتی از کوچه می گذشت می دید که چی طور آدمان رویشان را از او می گردانند. حتی دوستان دوره کودکیش دیگر به او سلام نمی دادند. تنها خاله سفرماه و زهرا حقیقت را می دانستند، ولی آواز آنها در مقابل دروغ برادران با اقتدار شنیده نمی شد. یک روز بختیار به خانه خاله‌اش آمد. او در دست یک بسته پول داشت. اینجا 2000 سامانی هست. این را بگیر و از این ده بیرو. ما نمی خواهیم که تو با این احوالت آبروی ما را رزانی. تو برای ما مرده ای. رستم به پولها نگاه نکرد. او به چشمان برادرش نگاه کرده گفت: بختیار، من به تو 100,000 برابر از این بیشتر پول داده بودم. ولی من برای پول نآمدم. من برای آن آمدم که مهر برادری را ببینم. ولی افسوس که در بدن شما نه خون بلکه زهر می چکد. شب وقتی که همه در خواب بودند، رستم جامدان کهنه‌اش را گشاد. در تگ جامدان در بین لباسهای کاری دریدش همان دفتر سیاه را برآورد. در این دفتر تاریخی 10 سال عذاب نوشته شده بود. 4 می سال 2014 فرستادم $800 برای طبابت پای بختیار. 27 آگوست سال 2016 فرستادم $2000 برای خشت خانه سیاوش. 10 ینوری سال 2021 فرستادم $5000 برای ماشین برادران. همه این چک ها و رقم های گذرانیدن پول MTKN در دفتر با دقیقی ثبت شده بودند. رستم ندانست که اگر او به نزد رئیس دهه و یا بسود رود می تواند برادرانش را شرمنده کند. ولی دل او هنوز هم نمی خواست که برادرانش را در زندان بیند.
او امید داشت که شاید وجدان آنها بیدار شود. اما حادثه رخ داد که کاسه صبر رستم را لبریز کرد. برادرانش نقشه کشیدند که خانه کهنه خاله‌اش را که در آنجا رستم زندگی می‌کرد ویران کرده در جایش مغازه سازند. آنها می‌خواستند رستم و خاله پیرش را در نیمه زمستان به کوچه پرتایند. رستم فهمید که دیگر خاموشی جایز نیست. او به زهرا گفت که تمام پیران دهه و رئیس جماعت را به حوله خاله‌اش دعوت کند. وقتی که سیاوش و بختیار با کارگران و تکنیکا برای ویران کردن خانه خاله آمدند، آنها با یک ازدحام کلان آدمان روبرو شدند. اینجا چه گپ است؟ با تکبر پرسید سیاوش. این زمین به نام من است. من هر چی خواهم میکنم. رستم از خانه بر اومد. در دستش دفتری سیاه و بسته چک ها بود. برادرم، تو میخواهی این خانه را ویران کنی، ولی پیش از آن بیا حساب کنیم. در این 10 سال من به شما $70,000 فرستادم. این چک ها اثبات میکنند که هر یک هیشت خانه های شما با پول من خریده شده است. اگر حاضر از این جا نروید و از خاله هم عذر نپرسید، من این حجت ها را به پروکراتوره می سپارم. شما نه تنها خانه ها را بای می دهید، بلکه برای قلابی به زندان می روید. مردم ده به چیخ‌ها نگاه کرده به دهشت افتادند. حقیقت مثل آفتاب درخشید. سیاوش و بختیار که تا این دم خود را شیر می گرفتند، اکنون مثل روباه ترسیده به زمین نگریستند. وقتی که رستم کلمه زندان و پروکراتور را به زبان آورد، گویا در بین حولی با حشمت سیاوش بمبئی ترقید. رئیس جماعت که مرد سال خورده و با تجربه بود به پیش قدم گذاشت. او دفتر سیاه را از دست رستم گرفت و با دقت برق زد. سیاوش، بختیار، آواز رئیس مثل رعد صدا داد. اینجا نوشته شده است که تنها در سال 2017 اکااتان برای توی شما $10,000 فرستاده است. در اینجا رقم‌های چک بانک هست. شما چی میگویید؟ آیا این دروغ است؟ سیاوش که تا چند دقیقه پیش با تکبر حرف میزد، اکنون رنگش مثل دیوار سفید کنده بود. دستانش میلرزیدند. او به بختیار نگاه کرد، ولی بختیار سرش را پست کرده به زمین مینگریست. غرور آنها که در بالای زحمتی برادر مسافرشان ساخته شده بود، در یک لحظه فرو ریخت. رئیس بابا، ما فقط میخواستیم. سیاوش دودیله شده سخنش را گم کرد. ما فکر کردیم که اکام دیگر بر نمیگردد. ما گمان کردیم که او در آنجا زندگی نو دارد. پس شما امید داشتید که او در غریبی میمیرد و شما صاحب میراث او میشوید. داد زد یکی از همسایه های پیر. لعنت به چنین برادری. ما 10 سال باز رستم را بچه بازیگر میگفتیم، چون که شما در حق او تهمت میکردید. مردم به غضب آمدند. کسی فریاد میزد که آنها را از دیه پیش کنند. کسی میگفت که باید همه مال و ملکشان مصادره شود. ولی رستم به میان درآمد. او با همان کمری دردمندش در بین مردم ایستاد و دست برداشت. ایستید! گفت او با آواز خسته. من نمیخواهم که برادران من در نزد مردم خوار شوند. تنها یک شرط دارم. همین حاضر حجتهای این 2 خانه را میارید. یکی را به نام خاله سفرماه و زهرا میگذرانید تا آنها سرپناه داشته باشند. دیگری را به نام فرزندان خودتان کنید تا آنها مثل شما به انصاف نشوند. من برای خود چیزی نمیخواهم. من تنها میخواهم که دیگر نام مرا با تهمت به زبان نگیرید. بعد از آن جنجال کلان، رستم به کلبه خاله‌اش برگشت. او خیلی خسته شده بود. زهرا برای او چای گرم آورد و در کنارش نشست. رستم جان، چرا شما اینقدر رحمدل هستید؟ پرسید زهرا با چشمان پر از مهر. آنها حیات شما را سوزاندند، سلامتی شما را گرفتند و 10 سال ما را از هم جدا نگاه داشتند. شما می توانستید آنها را به زندان فرستید.
رستم به شعله آتش نگاه کرده آه سرد کشید. زهرا: اگر من آنها را به زندان فرستم، فرزندان آنها به پدر میمانند. آنها هم خونی من هستند. اگر من مثل آنها رفتار کنم، پس فرقی من از آنها در چیست؟ من در روسیه در بین آدمان بیگانه 3600 روز کار کردم. آنجا آموختم که بدی با بدی نیست نمی شود. من می خواهم که آنها با وجدان خودشان تنها مانند. این از زندان هم بدتر است. زهرا دست شخ شده و کرخت رستم را به دست گرفت. من با شما می مانم. حتی اگر در همین کلبه لاین تا آخر عمر زندگی کنیم هم، من دیگر نمی گذارم که شما به غریبی روید. رستم تبسم تلخ کرد. او می دانست که طبابتش مبلغ زیاد می خواهد، ولی در این لحظه او خود را بایترین مرد دنیا حس می کرد، زیرا او چیزی را یافته بود که در یگان بانک روسیه و یگان بازار دنیا فروخته نمی شد: محبت حقیقی و وجدان پاک. نصف شب بود. بختیار برادر خردی به در خاله سفرماه آمد. او به زانو زده سرش را به در چوبین نزد. اکا، مرا ببخش، فریاد میزد او. سیاوش مرا مجبور کرد. او می گفت که اگر ما حقیقت را گوییم، زنهایمان ما را پرتافته می روند. من ترسیدم اکا. من نمک خورده شما بودم. رستم در را نکشاد. او از پس در جواب داد: بختیار، بخشش در سخن نیست، در عمل است. رو همان پولهایی که از مردم دیه با فریب جیفته اید برگردان. رو و به فرزندانت نشان ده که نان حلال چگونه می شود. من تو را بخشیدم، ولی دیگر در دل من برایتان جای نیست. دیگر به نزد من نیا. بختیار تا صبح در پشت در گریه کرد، ولی رستم این دفعه سخت ایستاد. او می دانست که اگر باز آنها را به آغوش گیرد، آنها باز همان راه کهنه را پیش می گیرند. بعضاً برای تربیه آدم باید او را در تنهایی گذاشت. 6 ماه گذشت. بهار تاجیکستان آمد. دره‌های صیاد باز سبز شدند. رستم با کمک زهرا و پولکی از فروش قسمی از طلاواری‌های زهرا که مادرش به او میراث مانده بود به دست آمد، یک گرمخانه خود ساخت. او نمی توانست باری وزنین بردارد، ولی می توانست گلها و لیمو پرورد. روز به نزد گرمخانه او یک ماشین سیاه آمد. از آن مرد برآمد که رستم او را در تیومن می شناخت. این صاحبکار روس سرگئی ایوانونیچ بود که رستم در ساختمانش کار می کرد. رستم، من تو را در تمام تاجیکستان کافتم، گفت سرگئی با شادی. تو در ساختمان من بهترین مهندس و استاد بودی. همان بنایی که تو از آن افتیدی ما آن را به انجام رساندیم و من حقی سغورته تو را آوردم. اینجا $25,000 هست. این حقی حلال توست که برای آسیب جسمانی به تو داده می شود. این معجزه بود. رستم به آسمان نگاه کرد. خداوند هیچگاه بنده صادقش را خوار نمی کند. با این پول او نه تنها سلامتیش را برقرار کرد، بلکه در دهه یک کارگاهی خردی ساختمانی کشاد و جوانان دهه را به کار گرفت تا آنها دیگر مثل او در غریبی خوار نشوند. در دهه صیاد توی کلانه برپا شد. رستم و زهرا بعد 10 سال انتظاری به وصال رسیدند. تمام دهه در این توی اشتراک داشت. ولی در کنج تالار 2 نفر دیده نمی شدند: سیاووش و بختیار. بنابر آوازه ها سیاووش به قرضه های کلان غرق شده مجبور شد خانه با حشمتش را فروشد و خودش به روسیه به همان جایهایی که رستم عذاب کشیده بود به مردکاری رود. اکنون او می فهمید که هر یک سامانی فرستاده اکاش با چگونه قیمت به دست می آمده است. بختیار باشد در دهه همچون یک چوپان عادی کار می کرد و جرأت نمی کرد که به چشمان مردم نگاه کند. رستم در سر تخت توی نشسته به زهرا نگاه کرد و آهسته گفت: میدانی زهرا؟
من از برادرانم منت دارم. اگر خیانت آنها نمیشد، من هیچگاه نمیفهمیدم که تو اینقدر وفادار هستی و دوستان حقیقی من کیهایند. مهاجرت مرا استای ساختمان کرد، ولی خیانت مرا استای زندگی ساخت. آفتاب در پس کوهها غروب میکرد و نورهای طلایی آن گویا به این قصه پردرد نقطه درخشانی میگذاشتند. 2 سال گذشت. زندگی رستم و زهرا مثل آبی صافی چشما آرام و با صفا میگذشت. غرمخانه آنها اکنون به یک باغ کلان لیمو تبدیل یافته بود. رستم دیگر آن مردی خسته مهاجر نبود. چهرهش گشاده و در چشمانش نور امید پیدا شده بود. آنها صاحب یک پسرچه زیبا گشتند که نامش را به یاد پدر بزرگش عالم جان گذاشتند. ولی یک شام بارانی وقتی که رستم در ایوان نشسته به کوههای سر به فلک می‌نگریست، پشته دهه به نزدش آمد. در دستش یک لفافه چرکینی بود که از روسیه، از شهر نووسیبیرسک آمده بود. رستم با دستهای لرزان لفافه را گشاد. نامه از سیاوش بود. حرفها کج و کلیپ و با ایزی اشک نوشته شده بودند. اکا جان، اگر این نامه را خوانده ایستاده باشد، بدانید که من در دم مرگ هستم. مرا در اینجا فریب دادند. من به یک گروه خطرناک قرضدار شدم. آنها شناسنامه مرا گرفتند و مرا در یک تخانه خنک نگاه می‌دارند. بختیار الکی گریخته برگشت ولی مرا تنها ماند. اکا من می‌دانم که لایق بخشش نیستم، ولی التماس مرا نگذارید که در این جای بیگانه مثل سگ بمیرم. رستم نامه را به زمین افکند. قلبش بار دیگر از درد فشرده شد. 10 سال حیات او که در آنجا گذشته بود مثل نوار کینا از پیش چشمانش گذشت. او قسم خورده بود که دیگر هیچگاه به آن سرزمین سرد بر نمیگردد. ولی اکنون خون او برادرش که با همان همه خیانتش باز هم برادر بود در عذاب بود. زهرا نامه را خوانده به زانو زده گریه کرد. نه، رستم جان، نروید. التجا میکرد او. شما فراموش کردید که آنها با شما چی کار کردند. شما فراموش کردید که چی طور شما را در کوچه ماندند. اگر باز با آنجا روید، کمرتان طاقت نمی کند. عالم جان هنوز 1 ساله است. او به پدر نیاز دارد. رستم به تیریزه نگاریست. در بیرون تاریکی حکم فرما بود. زهرا عزیزم، من نمیخواهم روم. من از آن برف و خنکی نفرت دارم. ولی اگر من نروم، کی می رود؟ بختیار که گریخته آماده است، جرأت بازگشت را ندارد. اگر سیاوش در آنجا بمیرد، من تا آخر عمر خود را نمی بخشم. پدرم در دم مرگش به من گفته بود: رستم، تو کلان خاندان هستی. برادرانت را نگاه دار. من نمی توانم قسم پدرم را بشکنم. آن شب در خانه رستم کسی خواب نکرد. رستم تمام پول جمع کرده اش را که برای وسیع کردن باغ گذاشته بود گرفت. این $7000 بود. مبلغ کلانی که با زحمت 2 ساله او و زهرا به دست آمده بود. او می دانست که این پول شاید برای خریدن جان سیاوش هم کمی کند. پس از 4 روز رستم در فرودگاه تالماچیوای شهری نووسیبیرسک فرآمد. حرارت 28 درجه خنک بود. هوای سرد شوشهای او را می سوزاند و کمرش از خنکی باز درد گرفت. او بالاپوشی کهنه‌اش را سخت‌تر کشید. همه جا برایش آشنا و همزمان بیگانه بود. او به سراغ رفت که در نامه نوشته شده بود: یک منطقه صناعتی دور از شهر. در آنجا کارخانه‌های پرتافته شده و انبارهای ویرانه زیاد بودند. رستم در بین برفهای زانورس قدم میزد. او تنها بود. در جیبش نه یراق داشت و نه پشتیبانه. تنها ایمان و نیت پاک او را پیش می برد. ناگهان 3 مرد کلانجوسه با چهره‌های وحشیانه راه او را بستند. تو کیستی و اینجا چی می جویی مسافر؟ با زبان روسی پرسید یکی از آنها. من آمده ام که برادرم را ببرم. آرام جواب داد رستم، هرچند دلش سخت می تپید. مردان رستم را به یک تهخانه تاریک و نمناک بردند.
بوی کهنگی و ناامیدی در هوا معلق بود. در کنج تهخانه در بالای یک پلاس چرکین یک آدم می‌خوابید که رستم او را به زور شناخت. این سیاووش بود، ولی نه آن سیاووش مغرور و با دولت. او لاغر شده، ریش‌هایش رسیده و چهره‌اش کبود گشته بود. پایش را به زنجیر به قبوری آهنی بسته بودند. وقتی سیاووش چشمانش را گشود و رستم را دید، باورش نیامد. او فکر کرد که شاید خواب می‌بیند. اکا، شما آمدید؟ آواز او مثل پچیر پچیر بود. چرا آمدید؟ اینها آدمان بیرحمند. آنها شما را هم می‌کشند. رستم نزد او به زانو نشست و سری برادرش را به آغوش گرفت. خاموش باش برادرم. من گفته بودم کو تا زنده هستم نمیگذارم تو خار شوی. در این وقت سردار گروه، مرد با لقب طوفان، وارد تهخانه شد. او به رستم نگارسته خنده مزاح‌آمیزی کرد. پس تو همان اکه قهرمان هستی؟ برادرت به ما 15,000 دلار قرضدار است. او در قمار باخت و پول مال را خورد. اگر پول را ندهی هر دوی شما از اینجا زنده نمی برایید. رستم بسته پولها را از جیبش برآورد. در اینجا 7,000 دلار هست. این تمامی بایگری عائله من است. من دیگر پول ندارم. طوفان به پولها نگاه کرده توف کرد. این کم است. ما به این پول حتی خراجات خودمون را نمی پوشانیم. رستم راست ایستاد. نگاهش دیگر ترسو نبود. من یک پیشنهاد دارم. من اوستای درجه اول هستم. من می توانم در 3 ماه این انبار ویرانه شما را به یک بینای معاصر تبدیل دهم. من به پول کار می کنم. تنها برادرم را آزاد کنید تا او به وطن برگردد. من در اینجا گروگان می مانم. سیاووش فریاد زد. نه اکا، نکنید. شما با این کمر نمی توانید کار کنید. ولی رستم قطعی بود. او می دانست که این یگانه راه نجات است. طوفان کمی فکر کرد. او می دانست که پیدا کردن اوستای خوب در این فصل سال مشکل است. خوب گفت او. برادرت می رود. ولی اگر در دوام 90 روز کار تمام نشود، تو را زنده به زیر بتان میگرانم. صبحی بر وقتی که آسمان نوسیبیرسک هنوز تیره و خاکستررنگ بود، رستم و سیاووش در ایستگاه راهی آهن می ایستادند. سیاووش با لباسهای کنده و چهره پریده مثل سایه آدم می نمود. رستم چیپته و 100 دلار پولی را که در جیبش پنهان کرده بود به دست برادرش داد. برفت سیاووش. این راهی آخرین توست. دیگر هیچگاه به عقب نگاه نکن. به زهرا بگو که من سلامتم. نگوی که من در کجایم و چی کار میکنم. تنها بگو که برای کار ماندم. گفت رستم و با عذاب کمرش را راست کرد. سیاووش به زانو افتاد و پایهای برادرش را آغوش گرفت. اشکهای او در روی برف یخ بسته می ریختند. اکا، مرا ببخش. من حیات شما را سوزاندم. شما در اینجا گروگان می مانید و من مثل ترسو گریخته می روم. من چگونه به چشمان زهرا و مردم دهن نگاه می کنم؟ رستم او را با قوه از جای برداشت. رو! اگر تو را باز دستگیر کنند، من دیگر قوه نجات دادن تو را ندارم. این امکانیت آخرین توست که آدم شوی. به فرزندانت بگو که پدرشان مرد بود، نه دزد. حالا رو! قطاره حرکت کرد. رستم تا آن دمی که چراغهای قطاره در بین تمان و سرد سیبیر ناپدید شدند، در آنجا ایستاد. او اکنون تنها بود. در یک شهر بیگانه، در بین آدمان بیرحم و با قرضی 8,000 دلار که باید با خون خود می پرداخت. رستم را به همان انبار ویرانه بردند. طوفان به او یک بسته اسبابهای کهنه را نشون داده گفت من به تو 90 روز وقت دادم.
اگر این بنا تا بهار تیار نشود، تو دیگر نور آفتاب را نمی بینی. برای تو خوراک و جای خواب در همین جاست. کار را سر کن. روزهای دهشتناک آغاز شدند. رستم صبحی بر وقتی که هنوز همه در خواب بودند، از جای میخیست. کمرش چنان درد میکرد که بعضن مجبور میشد بر روی زمین خزیده اسبابها را گیرد. او دیوارهای بیتان را میشکست، عشق میچیند و با دستهای کرخت شدهش آهنهای وزنین را میبرداشت. هر شام او تنها یک کاسه شوربای آبکی و یک برده نان شخ شده میخورد. در آن انبار سرد که یگان گرمی نداشت، رستم تنها با یاد زهرا و پسرچش عالمجان زنده بود. در این وقت در دهه صیاد سیاووش برگشت. وقتی او به حولی درآمد، زهرا با امید به پیش دوید، ولی در پس سیاووش رستم را ندید. رستم کنی، چرا او نیامد؟ با صدای لرزان پرسید زهرا. سیاووش سرش را پست کرد و چیزی نگفت. ولی بختیار که الکی در ده بود به میان درآمد. زهرا، خود را عذاب نده. رستم در روسیه ماند. او گفت که در آنجا کارهای مهم دارد. شاید باز همان زنی روسش را یافته باشد. سیاووش دیگر طاقت نکرد. او بر روی بختیار یک شپاتی سخت زد. خاموش شو ای نامرد، فریاد زد سیاووش. اکم برای نجات جان من خودش را به گرو ماند. او حالا در یک تهخانه خنک برای ما کار کرده ایستاده است. تو باشد باز تهمت میکنی. تمام دهه از این گپ خبردار شد. مردم فهمیدند که رستم باز یک بار دیگر خودش را فدا کرده است. زهرا از هوش رفت. خاله سفرماه بروی سیاووش و بختیار توف کرد. شما برادران نه، شما جلادان این جوان هستید. خدا جزای شما را دهد. سیاووش دیگر آن سیاووش پیشتره نبود. او تمام داراییش را که باقی مانده بود به فروش گذاشت. او قرار داد که هر قدر پول جمع شود به روسیه میفرستد تا اکه‌اش را خریداری کند. روزی 80 بود. رستم چنان لاغر شده بود که استخوان‌های رویش برآمده بودند. ولی کار قریب تمام شده بود. انبار ویرانه اکنون به یک بینای زیبای 2 آشیانه تبدیل یافته بود. طوفان برای دیدن کار آمد. او با دقت به هر یک گوشه بینا نگاه کرد. او هیچگاه چنین کاری باصفت را ندیده بود. رستم در کنج نشسته به دیوار تکیه میکرد. نفسش کوتاه بود. تو مردی عیب هستی رستم، گفت طوفان با آواز پست. من در عمرم بسیار آدمان را دیدم، ولی کسی را ندیدم که برای برادر خیانتکارش اینقدر عذاب کشد. تو میدانستی که من میتوانستم تو را بکشم؟ میدانستم، جواب داد رستم. ولی اگر میمردم هم با وجدانی پاک میمردم. من قرض پدرم را اجرا کردم. طوفان از جیبش شناسنامه رستم و یک بسته پول را برآورد. این شناسنامه، تو آزاد هستی و این $5000 را بگیر. این نمزد مهنت، بلکه تحفه از جان من برای مردانگیت هست. برو به وطنت. برادران تو لایق تو نیستند، ولی تو لایق خوشبختی هستی. رستم باورش نمی آمد. او به دستهای خودش نگاه کرد که پر از زخم و کرش بودند. او آزاد بود. وقتی که رستم به دهه صیاد رسید، بهار حقیقی آمده بود. درختان بادام گل کرده بودند. او به تاکسی تا نزد حولی خاله اش آمد. وقتی از ماشین فرامد، زهرا را دید که عالمجان در دست در لب جویبار می نشست. زهرا رستم را دید و به سوی او دوید. این لحظه‌ای بود که هیچ یک کلمه نمی تواند آن را تصویر کند. 10 سال عذاب، خیانت و درد در یک لحظه در آغوش گرمی عائله فراموش شد. برادران سیاووش و بختیار در کنار می ایستادند. آنها جرأت نمی کردند که نزدیک شوند. رستم به نزدشان رفت. او به چشمان آنها نگاه کرد. سیاووش به زمین افتاد و پایه های اکه‌اش را بوسید. اکه، من همه چیزم را فروختم. گریه کنان گفت سیاووش. من دیگر بایگری نمی خواهم. من می خواهم فقط برادر تو باشم.
مرا به کار قبول کن. من در باغت بی پول کار میکنم. رستم دست به سری برادرش گذاشت. هیز برادرم، اکنون شما فهمیدید که پول حرام به کسی وفا نمی کند. ما از نو آغاز می کنیم. ما با هم یک باغ کلان می سازیم که نامش را باغ برادری می گذاریم تا که هر کسی از میوه آن بخورد بداند که در این دنیا چیزی مقدستر از خون و وجدان نیست. بهاری سال 23 عصر نو را دهه صیاد با شکوه خاص پیشواز گرفت. رستم که جسمش از سرماهای سیبیر و زحمتهای اسیری هنوز درد می‌کرد، هر سحر پیش از طلوع آفتاب به تپه پشت دهه می برآمد. در آنجا در میدان 10 هکتار که یک وقتها زمین به حاصل بود، او نقشه بزرگترین باغ وادی خود را می‌کشید. برادران سیاووش و بختیار اکنون مثل سایه رستم بودند. آنها نظر به همه بیشتر کار می‌کردند. سیاووش که یک وقتها تنها در فکر ماشین‌های قیمت بها بود، اکنون با دست‌های آبیله‌دار نهال‌های بادام و گیلاس را می‌شناند. اکاجان گفت روز سیاووش وقتی که آنها زیر درخت توتی کهنه دم می‌گرفتند: من در این 3 ماهی کار در باغ بیشتر از آن 10 سال پول مفت فهمیدم که زندگی چیست. وقتی می‌بینم که این نهال خرد ریشه می‌دود، گویا خودم از نو زنده می‌شوم. رستم تبسم کرد. او به دستان برادرش نگاه کرد. این دستان دیگر مثل پیشتران نرم و تازه نبودند، بلکه از بوی خاک و زحمت پر بودند. این خاک هیچگاه خیانت نمی کند سیاووش. تو به زمین 1 دانه دهی، او به تو 100 دانه برمیگرداند. آدم هم باید همین طور باشد. ولی در هر جایی که آبادی هست، حسد هم پیدا می شود. در ناحیه مرد بود با نام قادر که او را مردم زلوک می گفتند، چون که او زمینهای مردم را با فریب و زوری می گرفت. وقت قادر شنید که رستم مهاجر در تپه صیاد باغ بهترین ساخته استاده است، نقشه شوم خود را کشید. روز یک ماشین سیاه با حشمت در لب باغ ایستاد. قادر با شکم دمیده و عینک‌های سیاه از ماشین فرامد. او به نهال‌های جوان با نفرت نگاه کرد. های، صاحب باغ کیست؟ داد زد او. رستم به پیش برآمد. من هستم. چه خدمت؟ گوش کن بچه. این زمین‌ها به من معقول شدند. من اینجا می‌خواهم یک استراحتگاه شخصی سازم. این نهال‌هایت را کنده پرتا و این $20,000 را بگیرو از اینجا گم شو، گفت قادر و یک بسته پول را به بالای کپوت ماشین پرتافت. سیاووش و بختیار در حال به پیش برآمدند. چشمان سیاووش از غضب سرخ شده بودند. او می‌خواست به بالای قادر هجوم کند، ولی رستم با دست او را نگاه داشت. این پولها را گیرید و از اینجا روید جناب قادر. آرام ولی قطع گفت رستم. این زمین با عرق جبین برادران من آب داده شده است. اینجا نه تنها نهالها بلکه ناموس عائله ما کاشته شده است. ما ناموسمان را نمی فروشیم. قادر با نفرت خنده کرد. پس شما جنگ را انتخاب کردید؟ نغز فکر کنید. من کسی را که در راه من می ایستد نیست می کنم. شما همگی چند مهاجر بیچاره هستید. پس از 1 هفته تهدید قادر، در نیمه شب وقتی که تمام دهه در خواب شیرین بود، صدای عکاسی سگها رستم را بیدار کرد. او از ترزه به سوی تپه نگاه کرد و دلش کنده شد. در بالای تپه آتش کلان زبانه میزد. باغ را آتش زدند، فریاد زد رستم. برادران در حال از جای خیستند. آنها به سوی باغ دویدند. کسی از آدمان قادر نهالهای خشک و خزان را در اطراف باغ آتش زده بود تا تمام زحمت رستم را به خاکستر تبدیل دهد.
آتش با کمک شمال بهاری تیز پهن می شد. رستم و برادرانش با کلندها و سطلهای آب به جنگ آتش رفتند. دستانشان می سوخت. دود چشمانشان را کور می کرد. ولی آنها عقب نمی گشتند. در این وقت معجزه رخ داد. مردم دهه صیاد، همان آدمانی که یک وقتها بر رستم تهمت کرده بودند، با سطلها، با کلندها و با کوزه‌های آب از خانه‌هایشان برآمدند. 50، 100، 200 نفر. همه می‌خواستند بر رستم کمک کنند. نگذارید که باغ رستم بسوزد. این باغ دهه ماست. فریاد میزد یکی از پیران. بعد 3 ساعت جنگ به امان، آتش خاموش کرده شد. قسم زیاد نهالها نجات یافتند. ولی رستم از خستگی و دود زیاد بر روی زمین افتاد. سیاوش و بختیار او را به آغوش گرفتند. این لحظه‌ای بود که برادران بار دیگر فهمیدند وقت با هم هستند هیچ گونه قادرها نمیتوانند آنها را شکست دهند. قادر فکر میکرد که با آتش زدن باغ رستم را میترساند، ولی او خطا کرد. در این مدت رستم از روسیه کمک غیر انتظار گرفت. همان طوفان که در نوسیبیرسک رستم برایش کار کرده بود، از این حادثه خبر یافت. معلوم شد که طوفان در مقامات بالایی تاجیکستان دوستان زیاد دارد. بعد 1 ماه در مرکز ناحیه مرافعه آشکارا برپا شد. قادر با تکبر در کرسی نشسته بود و باور داشت که با پول همه را می‌خرد. ولی وقتی شاهدان، همان کارگرانی که با سفارش قادر باغ را آتش زده بودند، به سخن برآمدند، رنگ قادر دیگر شد. رستم به سخن برآمد. او دیگر آن مهاجر بی‌پناه نبود. جناب قادر، گفت او، شما فکر کردید که پول شما از حقیقت ما زورتر است؟ من 10 سال در مسافرت برای هر یک سامانی جانم را در خطر ماندم. من از آتش و سرما نمی ترسم. این زمین مال خلق است و ما آن را به کسی نمی دهیم. سود حکم برآورد. قادر برای قلابی و آتش زدن اموال مردم به 8 سال زندان محکوم شد. تمام زمین هایی که او با زوری گرفته بود به صاحبانشان برگردانیده شدند. 5 سال گذشت. باغ برادری اکنون به یک بهشتی حقیقی تبدیل یافته بود. درختان بادام و گیلاس به حاصل درآمدند. این بزرگترین باغ در تمام ولایت بود. رستم در بین درختان قدم میزد. کمرش دیگر آنقدر درد نمی کرد. گویا خاک وطن و مهر نزدیکان او را شفا داده بودند. در مرکز باغ یک سنگ کلان گذاشته بودند که در آن نوشته شده بود: به خاطره پدری که به ما برادری را آموخت و به عزت هر یک مهاجری که با نان حلال زندگی می کند. سیاوش اکنون مدیر فروش میوه ها بود. او میوه های باغ را نه تنها در تاجیکستان بلکه به روسیه و اروپا صادرات می کرد. بختیار باشد استای نگاه و بینی درختان شده بود. روز جمع آوری حاصل اول، رستم تمام ده را به ضیافت دعوت کرد. در سر دسترخوان او به برادرانش نگاه کرده گفت: میدانید در آن شب خنوک سیبیر، وقتی که من در تهخانه اسیر بودم، تنها یک چیز را آرزو می کردم. همین لحظه را که ما با هم باشیم، نان حلال بخوریم و کسی به کسی خیانت نکند. امروز من خوشبختترین مرد دنیا هستم. در این وقت عالم جان پسر رستم که الکه 6 ساله شده بود، یک سیب کلون سرخ را آورده به دست پدرش داد. دادا جان، بینید این سیب از همه شیرین است. رستم سیب را گرفت و به آسمان نگاه کرد. او می‌دانست که روح پدرش حالا شاد است. قصه برادری ناسپاس به انجام رسید، ولی قصه باغ برادری اکنون آغاز می‌شد.